مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پرواز دراز، مادری مشت پرم، بال و پرم هدیه توست. بیهوده نمیگویند مادر قیمتترین نعمتی روی دنیا، سرچشمه محبت بیکنار، چشمه مصفا و مخزن گنج فرزند، همت بلندترین شخصی بشریت است. محض مهر بی‌پایانی او و نوازش گرم مادر ما را با آدم و عالم آشنا ساخته است. کنار مادر خود بهشت اولین است. مادر می خواهد که طفلش به نقص سبزیده مددگار دوران پیری بگردد. از این رو است که همه ساله سنه 8 مارس را در جمهوری تاجیکستان همچو روز مادر تجلیل می نمایند. در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکند باشد با اشتراک معاون رئیس شهر پنجکند صنعت طاهرزاده روز مادر تجلیل گردید. چاره‌بینی با سخنرانی سفروف محمد مراد آغاز گردیده. سپس معاون رئیس شهر پنجکند صنعت طاهرزاده سخنان تبریکاتی رئیس شهر پنجکند را به سهم آموزگاران و بانوان کالج طبی رسانید. میخواهم با افتخار اظهار نمایم که زنان و بانوان کشور عزیز ما با رفتار نیک، اندیشه سالم و مهارت کاردانی خود در آبادی و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان سهمی بزرگ دارند. حکومت مملکت تشبس‌های زنان و بانوان کشور را من بعد نیز دستگیری کرده به خاطر جلب بیشتری آنها به وظیفه راهبری کننده تدبیرهای علاوه‌ای را عملی می‌گرداند. باعث فرحمندی است که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت کشور و هدف‌های پیگیرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مسئله بلند برداشتن مقام و زن و بانوان در حیات جامعه تأمین برابر حقوق مادران و زنان تدبیرهای سودمند عملی می‌گردند. استقلالیت دولتی توانست برای زن تاجیک آزاداندیشی، زندگی شایسته و امکانیت‌های مفید فراهم آورد. امروز زنان تاجیک نوابسته از لطافت و نزاکت خود برابر با مردان در فعالیت تمام ساحه‌های خارجی خلق مملکت پیشقدمند و بهر آبادی و آزادی، رشد جامعه دموکراتیک، حقوق بنیاد دنیوی، پیشرفت و شکوفایی میهن بهشت آسایمان سهم ارزنده گذاشته ایستادند. مادر کلمه است زیبا و شنیدنش گوارا. کلمه است که حتی از زیبایی گل نازنین تر است. وقتی که ما این کلمه را به زبان میگیریم به جهانی وارد میشویم، جهانی مهر و شفقت، صمیمیت، جهانی که در آن سرود الله طنین انداز است. برنامه فرهنگی آماده نموده دانشجویان کالج طبی پیشکش حاضرین گردانیده شده به یک قطار سابقه‌داران و آموزگاران کالج طبی مذکور افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. مادرم، ای مادری جان پرورم، پیش پایت سر نهم ای سرورم. کودکم من در نگاهت تا هنوز میگذاری دست شفقت بر سرم. مادر، آن سرچشمه جوشان حیات است که ما را از فیض خود شاداب میگرداند. مادر سرچشمه مهر و محبت، نوری بیکنار و هر یک خاندان است. مادر، توی دست نوازشگر ما، تسکین بخش ما در لحظه های دشوار زندگی است. اینک قرائت تبریکات در وصف مادر در اجرای دانشجویان پیشکش شما می‌گردد. کودک نو از ننز سد دائمت خوک وقت نه یمش نگهبانت فرشته روی زمین یا خوابه نخفست مشغول پای اگر مشانی جای درس گرفت ال یک عضوم طرفس به درک نلوج به ویش پول نپبیر بسنور خونالجانت خوک ناننگمیز به فرود خط تبریک اومد лак доим был доступ шкуфёнат хандом верен. Дорогие учителя, в этот весенний праздник хочется от всей души поздравить вас с Международным женским днем 8 марта.
мы хотим вас поздравить от всей души и желаем вам простого человеческого счастья. با عنوان مادران عزیز شما را با روز عیدتان تبریک گفته و می خواهیم که چه آرزوی دارید همش جامعه عمل پوشد و همیشه در لبانتان خنده هویدا باشد. عیدتان مبارک مادران عزیز. Xalqaro onalar bayrami bilan men sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Doimo yuzlaringizdan kulgu, lablaringizdan tabassum arimasin. 9 oyi 9 kun o'z vujudida saqlab, so'ngra dunyoga keltirgan yagona inson bu onadir. Onajonimsiz, mehribonimsiz, ko'zim nurisiz, aziz onajon. Dear mothers, dear teachers, all the dear girls, we congratulate you with this day, this 8th of March, this day of International Days of the Women. We wish to you all the happiness that you have in the life. We wish to you good health, success, and happiness in your life. روایت میکنند که نکهت از گل، نیش از انگور، گرمی از آفتاب، تراوت از باران، شکوه از آسمان، زیبایی از خوش الهامی را قطره قطره جمع آورد و زن را آفرید تا جهان را روشن و انسانیت را خوشبخت گرداند. زن مادر شخصی مقدس است. وقتی که سیمای او پیش نظر می آید از چشمان او نور می بارد. این نور راه آینده ما و شماست. زن مادر آفریده حیات و ممات بوده از همه قیمتترین و عزیزترین شخص در عالم هستی می باشد. مهری به همتای مادر به مثل خورشید عالم است که به همه عالم سخاوتمندانه نور می پاشد. مادر به تو هیچ بهار زیبا و هیچ تیر ماه پرفیض نخواهد بود. مادر ستاره درخشان است که راه فرزندانش را درخشان می نماید. مادر تو یگانه وجودم، احسانی دستگیرم، در پریشان حالی و غم و اندوهم بودی. مادر آن سرچشمه جوشان حیات است که هستی خود را از فیض خود شاداب می‌گرداند. شیرین ترین، گواراترین و عزیزترین سخن این مادر است. کیست آن کسی که سرود علیه مادر را نشنیده و از شیر سفید او بهره نیافته باشد؟ زن نباشد زیب و زینت نیست در مأوای ما. هوش در سر، روشنی در دیده بینای ما. زن نباشد در روی زمین نقشی حیات، دان که بی زن تا ابد گل بماند پای ما. از که پرسیدم ولی تو سخت‌تر کیست؟ گفت جانی مادر. از آفتاب پرسیدم ولی تو سوزان‌تر چیست؟ گفت اشکی مادر. از دریا پرسیدم ولی تو صافتر چیست؟ گفت شیری مادر. از خدا پرسیدم ولی تو در این زندگی مهربانتر کیست؟ گفت مادر. جان مادر، آه مادر. مادر تو وسیله خوشبختی حیات من، زیرا تو مرا آفریدی. من تو را دوست می‌دارم مادر جان. شادی با هم
جسمانی در مقابل خوبی‌های تو سرخم خواهم کرد، زیرا تو یکی از آنهایی. مادری که همیشه فکر بچه‌اش را داشته و من به خود می‌بالم که مادری من هستی. مادر جان، این روز نکویت مبارک باشد. اینک سرود در اجرای آموزگار قندی حسین داده می شود. مادر مرا بیزاد و بسد ناز پروری، از بهر من سعادت و آسایش ندید. بارگران زحمتی فرزند را کشید، بارگران زحمتی فرزند را کشید. تا من زبان گشادم و با پای روان شدم، تا من زبان گشادم و با پای روان شدم. در پیش پای مادری خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. در پیش پای مادری خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. از فیضی لطف و گرمی میره شدم کلام، در شاهراه زندگی نو شدم روان. این است که از صمیم دل و اعتقاد جان، این است که از صمیم دل و اعتقاد جان. درسی حیات خواندم و پس نکته دان شدم، درسی حیات خواندم و پس نکته دان شدم. در پیش پای مادری خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. در پیش پای مادری خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، بنده می کنم، بنده می کنم. سلامت باشید. قرائت شعرها در وصف مادر در اجرای دانشجو. ببخشا مادرا خوابت ندادم، شبی تاریک و مهتابت ندادم. زی دستی من غمی دنیا کشیدی، ولی من کاسه آبت ندادم. گر شاعران عالم یک جا مدیحه گویند، یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. از مرمر و زبرجد گر پیکر تراشند، کی میکند تجسم رنج و عنای مادر. با دو چشمی خیره بین نوری کهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج های سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش های دل، در غمی من
کوچه خندان خانه گریان مادرم، بینگری هر بار بر گهواره خالی ایمن، یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم. به سوی خاندانی تو دلم گم میزند مادر، به نور دیدگانی تو دلم گم میزند مادر. بهار است و دلم در خانه ای تنگم نمی غنجد، به کنج آشیانی تو دلم گم میزند مادر. شبانگهان ستاره بر سما گر میزند چشمت، به چشمی دیدگانی تو دلم گم میزند مادر. تو هستی و مرا پروای مهر و مهربانی نیست، به ارمان نگاهی تو دلم گم میزند مادر. ایا مادر، ایا مادر، مدار من تو باشی، گلی اول بهار من تو باشی. نخشکد چشمه شعر و سرودم، زیبا سر چشم دار من تو باشی. ایا مادر، ایا مادر، به قربانی تو میرم، چو مهر و مهر پیمانی تو میرم. جهان پر مکر و دستان است، بگذار که من در روی دستان تو میرم. صاحب نامی نکو و لفظ شیرین مادرم، مثل گل آراسته دید زیبا و رنگین مادرم. روزگار شد که دو افتاده خواری میکشم، از پیامت میشوم پابند تمکین مادرم. با پر و بال سرودی تازم از صدق دل، نام نیکت را ببردارم به پروین مادرم. رقص در اجرای دانشجو علی مراد و هدیه.
باز آمدم بر کوی تو ای قبله امید، ای مادر که ساعت جانم سرای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادر که جان و دلی من فدای توست. جان مادرم مادرم، 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 جان مادرم مادرم. غمخوان است سینه من در فراق تو، آن کس کی هست از غم من با خبر کجاست؟ آگه نبودم از غمی به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بناست. آگه نبودم از غمی به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بناست. آه مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، جان مادرم اینک رقص در اجرای کشورا و مهرانه.
التماس ويبقى بين مارينيس بكرة نسأل التماس ويبقى بين مارينيس وستة امروز است و خیز درگه جای درگه مکر التماس ويبقى بين مارينيس واستجد النازان واستجد خرازان واستجد دیگر خوخرتن بازان واستجد النازان واستجد خرازان واستجد دیگر خوخرتن بازان
صحنچه پیشکش شما میگردد. آچه جان این گل برای شما، برای عید مادران تبریک میگویم. پسر جانم این گل رو تو برای من آوردی. پسر جانم رحمتی کپا کلام پسر جانی من. کنی پسر جانم بیا من تو رو گسل میکنم به مکتب پسرم. مکتب نحس خوان، با بهای خوب و اعلا مکتب را خوان. با بچه های بیگانه نیز دوستی مکن پسر جانم. میلش نحس رو. از بین 10 سال گذشت. اوچه جان لبای بچه جانم. السلام پسر جانم، تو نحس هستی پسرم. تو مبارک مادر جان. رحمت پسر جانم، رحمت پسر جانم. در این روز ببخشید من به شما یگان چیزی گرانبها تحفه کرده نتوانستم، ولی من دیپلم گرفتم. دیپلم. واه پسر جانکم، تو دیپلمت را گرفتی پسر جانم. پسرم من به تو افتخار میکنم که اینقدر خواندن های تو بیفایده نبوده است پسر جانم. تو آبروی ما را برداشتی پسرم. من به تو افتخار میکنم. پسرم گوش کن، تو به من گفتی که هدیه گرانبهای برایت گرفته نتوانستم. پسرم تو خودت و سلامتیت برای من این بهترین هدیه هستی پسر جانم. فهمیدی پسر جانم؟ مادر جان مرا به سفری کاری به خارج دعوت نمودند. من میخوام با اونجا به کار روم. شما به ما یک دعا کنید. پروردگارا پسرم را در پناهت نگه دار. برای کارش را ده. از کارهای ناچیز دست کشد و همیشه به راه راست هدایتش کن. صحت و سلامت رفته، صحت و سلامت برگردد. پسر جانم میلش برای کارت را دهد پروردگار. نغز رو پسرم. میلش پسرم زن زده ایست و پسر جانم. میلش وقتی که پسر به سفر کاری رفت از حال مادر خود باری هم پرسان نشد. مادر به این درد جدایی فرزند طاقت نآورده از این دنیای درگذشت. چجو اوچه جان یک ذره بزرگی شما به تمام گنجه های روی دنیا نمیارزد. اوچه جان یک زمان بود در دوران کودکی و نورسی من در تاز بودم. حسی به مادری را درک نمی کردم. اوچه جان در کجای من یک گلی سنی را پیدا نمودم و به تو تحفه نمودم. آن وقت تو به ایست به رخساره هایم می بوشیدی. اوچه جان خرسندی شما حد و کنار نداشت. اوچه جان آن خنده های زیبایت، آن روی نورانیت هیچ از پیش چشمانم دور نمی آید. اوچه جان اکنون حسی به مادری را چشیدم. وای اوچه جان با دعاهای بزرگی تو منم تنها شدم. اگر تمام دارایی ها را دارم میخواهم سبت گلهای را هدیه نمایم که ولی گریبانی دنیای بیرحم به دستم نمی آید تا گریبانش را گیرم و گویم مادر من کجاست؟ تاهی را کجا بردی؟ اوچه جان
آرام و آسوده بخوابید. بخشیش که به قدر تو نرسیدم آچه جان. خیر آچه جان، خیر خیر. پسرم، تا وقتی که مادرت هست به قدرش برس. وقتی که او از دنیا می رود بعد اون وقت پشیمانی سودی ندارد. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است.